شوهرت زود عصبانی میشه، زود سر هر چیز جنگ میکنه، زود اعصابش خراب میشه، در هر موضوعی بهانه‌گیری میکنه. پس این ویدیو را خوارک تا آخر گوش کن. مردها یک کوهی از راز هستند، یک کوهی از مشکلات هستند که در درون قلب خود تمام مشکلات، تمام غم و درد و رنج زندگی را نگاه کردند. شوهرت به یک توجه کامل نیاز داره، شوهرت به یک حمایت واقعی نیاز داره، شوهرت به یک دوستی نیاز داره که تا حرفایش از عمق دلش برای و برازو بتانه که قصه کنه. تو میتونی که من حیث زن نه، من حیث دوست شوهرت بری همراهش بشینی قصه کنی و بتانی که یک راه حل من حیث همسفر زندگی و یک دوست زندگیش برش نشان بده. مردها مشکلات خدا با آسانی جار نمیزنند. تمام احساسات، تمام غم و اندوهی که در دل دارن نگاه میکنند تا یک کسی در زندگی برشان پیدا شود که بتانند درست قصه کنند. پس تویی که شریک زندگیش هستی، از این موقع استفاده کن. کوشش کن که حمایتگر شوهرت باشی، کوشش کن که توجهی را بر شوهرت بدی که نیاز نباشه او توجه را از بیرون دریافت کنه. تو میتونی، تو شریک زندگیش هستی. لطفاً شوهرت درک کن تا که این تمام عصبانیت، تمام بهانه‌گیری هایی که از داخل به وجود می آید از بین بره و تا یک زندگی خوب و خوشبخت تجربه کنی. و همچنان میخوایی که همه تو ویدیو یک کار ببینی، حتما اکانت روزای هم فالو کنی.